زاویه‌اش توی اتاق وی آر استفاده نشد و اصلا به کار تیم داوری هم نیومد زاویه‌اش، یعنی به درد ما خیلی نخورد توی اون صحنه. با همین زوایا فکت کافی بود برای اینکه تصمیم داور در واقع آخه میگفتن مثلا اون زاویه دوربینه تغییر کرده، مثل که کامرامن تصویربردار اون لحظه نبوده. بله ظاهرا اون کامرامن اون لحظه نیاز داشته که خارج بشه از مسئولیتی که داشته و بله ظاهرا یه نفر اومده که بره، باعث شده که زاویه خوب نبوده و اصلا به کار یعنی به کار که خب شاید این میتونست کمک کنه. میگم یعنی تصویربردار می‌خواسته بره، رفته بوده دستشویی انگار. اینجوری منم بله اینجوری بعد یه عکاسی گفتم برم بالا عکس بگیرم، اینو تکون داده، ظاهرا برخوردی کرده باش، بله تاچی داشتی که زاویه دوربین تغییر کرده. به حالا همکار عزیز صدا سیما تو گرما و سرما همیشه کمک میکنن، کامرامنای صدا سیما هم بودن، ولی این کامرامنای صدا سیما بودن بچه‌ها. فکر اینو نمیدونیم چون بعضی وقتا اینجوری که پرسیدم من اینجوری گفتم. اینو می‌خواستم بهتون بگم، حالا اگه بچهای ما بودن حتی یک ثانیه هم که کامرامنی نباید اون پست خودش توی مهمترین بازی ممکنه شما دربی یا دلپیچه بگیری برید 10 تا اتفاق بیفته تو باید این نفر ریپلیس میگه جایگزین میذاشتم واقعا برای خودش. می‌خواستم برای ما نبوده زاویه‌اش توی اتاق وی آر استفاده نشد و اصلا به کار تیم داوری هم نیومد زاویه‌اش، یعنی به درد ما خیلی نخورد توی اون صحنه. با همین زوایا فکت کافی بود برای اینکه تصمیم داور در واقع آخه میگفتن مثلا اون زاویه دوربینه تغییر کرده، مثل که کامرامن تصویربردار اون لحظه نبوده. بله ظاهرا اون کامرامن اون لحظه نیاز داشته که خارج بشه از مسئولیتی که داشته و بله ظاهرا یه نفر اومده که بره، باعث شده که زاویه خوب نبوده و اصلا به کار یعنی به کار که خب شاید این میتونست کمک کنه. میگم یعنی تصویربردار می‌خواسته بره، رفته بوده دستشویی انگار. اینجوری منم بله اینجوری بعد یه عکاسی گفتم برم بالا عکس بگیرم، اینو تکون داده، ظاهرا برخوردی کرده باش، بله تاچی داشتی که زاویه دوربین تغییر کرده. به حالا همکار عزیز صدا سیما تو گرما و سرما همیشه کمک میکنن، کامرامنای صدا سیما هم بودن، ولی این کامرامنای صدا سیما بودن بچه‌ها. فکر اینو نمیدونیم چون بعضی وقتا اینجوری که پرسیدم من اینجوری گفتم. اینو می‌خواستم بهتون بگم، حالا اگه بچهای ما بودن حتی یک ثانیه هم که کامرامنی نباید اون پست خودش توی مهمترین بازی ممکنه شما دربی یا دلپیچه بگیری برید 10 تا اتفاق بیفته تو باید این نفر ریپلیس میگه جایگزین میذاشتم واقعا برای خودش. می‌خواستم برای ما نبوده زاویه‌اش توی اتاق وی آر استفاده نشد و اصلا به کار تیم داوری هم نیومد زاویه‌اش، یعنی به درد ما خیلی نخورد توی اون صحنه. با همین زوایا فکت کافی بود برای اینکه تصمیم داور در واقع آخه میگفتن مثلا اون زاویه دوربینه تغییر کرده، مثل که کامرامن تصویربردار اون لحظه نبوده. بله ظاهرا اون کامرامن اون لحظه نیاز داشته که خارج بشه از مسئولیتی که داشته و بله ظاهرا یه نفر اومده که بره، باعث شده که زاویه خوب نبوده و اصلا به کار یعنی به کار که خب شاید این میتونست کمک کنه. میگم یعنی تصویربردار می‌خواسته بره، رفته بوده دستشویی انگار. اینجوری منم بله اینجوری بعد یه عکاسی گفتم برم بالا عکس بگیرم، اینو تکون داده، ظاهرا برخوردی کرده باش، بله تاچی داشتی که زاویه دوربین تغییر کرده. به حالا همکار عزیز صدا سیما تو گرما و سرما همیشه کمک میکنن، کامرامنای صدا سیما هم بودن، ولی این کامرامنای صدا سیما بودن بچه‌ها. فکر